اگه فکر میکنی حواست زود پرت میشه، توجهی مغزت کششش نداره، احتمالاً با ADHD طرف. میخوام توی 1 دقیقه بهت توضیح بدم. ADHD یه اختلال عصبی رشدیه که طی اون فرد حواس پرته و کنترل تمرکز نداره. ADHD 3 تیپ داره. تیپ 1 بی‌توجهه که طی اون فرد حواس پرت، فراموشکاره و کارا رو نصف نیمه انجام میده. تیپ 2 بیش‌فعال تکانشیه که توی اون فرد خیلی حرف میزنه، خیلی پرتحرکه و اینکه همیشه عجله داره. تیپ 3 ترکیبی از دوتای قبلیه. نشونه‌هاش معمولا از کودکی آغاز میشن. مثلا کودک کاری رو شروع میکنه اما نصف نیمه میذارش، مدیریت زمان نداره، بیقراری ذهنی داره، اما در عوض خلاقیت و هایپرفوکوس فوق‌العاده‌ای داره. درمانش از طریق دارو درمانی، مهارت‌های اجرایی و روان درمانیه که تحت نظر روانشناس یا روانپزشک درمان میشه.